بریم آقا. بریم. با من چای بخورم. پنجمین برنامه است دیگه امروز دیگه. بله. خیلی اینا چه هستن؟ با اجازه پشت دوربینیا ما دیگه داریم جلسه؟ تا آقای دینی میرن جلسه ما برنامه رو ضبط می‌کنیم. خیلی بریم بچه‌ها. آقا ضبطیم ما. اجازه میدی؟ ببخشید ما اینجا یه سری تماشاگر داریم در استودیو دیگه، تا تماشاگران یه لحظه ساکت باشن. خب بریم. کار همیشگی 3 2 به نام خداوند جان و خرد. سلام. با پنجمین برنامه از رازی گپ در خدمتتون هستیم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و برنامه قبلی ما رو هم دیده باشین و لذتش رو برده باشین. با امیرحسین لواسانی. سلام، من امیرحسین لواسانی هستم. اینجا پنجمین قسمت از برنامه رازی گپ. امین یادش رفت خوش معرفی کنه، فکر کنم این همیشه دیگه ما رو خیلی خب ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. این پایین قرار شد برای ما کامنت بذارید. مطمئن باشید که کامنت های شما و نظرات شما برای ما خیلی هم ارزشمنده و هم میتونه به هر حال در ادامه کار به ما کمک بکنه. خب ما امروز حالا من بگم این قسمت چون مهمون داریم کامنتاتون رو نمیخونیم، ولی قسمت بعدی حتما کامنتاتون رو میخونیم. من هفته پیش همه کامنت ها رو یک بار خوندم و لذت بردم. خب طبق روال همیشگی ما در ابتدای برنامه هم یک آماری از همای رازی بدیم خدمتتون، بعدش هم با یه مهمون ویژه درجه 1 در خدمتتون ان شاءالله. همین آمار هفته گذشته از 17 تا 23 شهریور میگه که ما 227 تا بیمه نامه به ارزش 31 میلیارد و 600 میلیون تومان توی هما فروختیم. بسیار عالی. نمایندگی جلیل محمدلو، میترا زابلی، سید محسن حسینی هم نماینده‌های برتر ما بودن. بله. که به ترتیب 1 میلیارد و 400 با 7 بیمه نامه، خانم میترا زابلی با 10 بیمه نامه 1 میلیارد 400، سید محسن حسینی با 7 بیمه نامه 1 میلیارد 400 فروختن. بسیار حالا عالی. دیگه همه میدونن دیگه، اینی که 10 تا فروخته و با این مبلغ 1 میلیارد 400 به خاطر اینکه حالا 150 بیشتر زده تا 200 تومانی. بله. شعبه برتر ما گرگان، اردبیل، آپادانا. شعبه گرگانمون 3 میلیارد و 250 میلیون تومان، اردبیل 3 میلیارد و 250 میلیون تومان و آپادانا 3 میلیارد و 200 میلیون تومان فروش داشته. بررسی حالا کلی هم بگم، از 19 تیر شروع کردیم تر رو تا این آمار مال 23 شهریوره. 1675 تا بیمه نامه صادر کردیم به مبلغ 227 میلیارد و 850 میلیون تومان. 298 نماینده تا 23 تو این طرح شرکت کردن. معصومه برای گلفشان، عبدالله غفوردوست، علی اکبر مهاجر مهقانی. بله. حالا میگیم علی اکبر مهاجر. بله. این همیشه 3 تا نماینده برتر اون بودن. شعب برتر اونم ساری، گرگان، ارومیه. اگر این اینستاگرام ما رو هم چک کنید، روزهای شنبه و سه شنبه آمار شعب و نماینده‌های برتر ما داریم اونجا میذاریم. بله. بعد یه نکته هم بگم، ما تو هفته گذشته بیمه نامه 1500می صادر شد. نکته جالب توجهش اینه که به نام خانم فاطمه کدخدا در نمایندگی آقای کدخدا شعبه آپادانا صادر شده. بسیار عالی، بسیار عالی. خب همین که می‌بینیم این رقابت در بین شعب و نمایندگان ما تداوم داره و توی هر آماری که در هفته ما به هر حال بررسی می‌کنیم می‌بینیم که یه سری از دوستان میان در رأس این آمار قرار می‌گیرن. خب برای ما خیلی لذت بخشه. امیدوارم که همین جوری برنامه همای رازی و طرح همای رازی جلو بره و به هر حال این انگیزه در بین همه شعب و نمایندگان ما وجود داشته باشه. ان خب یه خبرم من بدم که
بیمه نامه من و شما هم صادر شده، چاپ هم گرفتن، یادمون رفت راستش بیاریم. هفته دیگه آقا ما هم همای راضی شدیم دیگه. خب ما امروز حالا علاوه بر همای راضی یه مهمان داریم که می‌خوایم همونجوری که قولش هم فکر می‌کنم دفعه قبل دادیم دیگه، درسته؟ در رابطه با بیمه‌های آتش سوزی می‌خوایم حرف بزنیم. شرکت بیمه راضی علاوه بر این که حالا به هر حال طرح همای راضی رو داره پیش میبره و انشالله در روزهای آتی و ماه‌های آتی طرح‌های دیگری هم قرار است که رونمایی بشود، یک جشنواره هم برگزار داره میشه، یعنی در حال انجام تو بحث بیمه‌های آتش سوزی که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم. منتظر باشید که مهمانمون بیاد خدمت. بریم برگردیم. خب اومدیم با یک مهمون عزیز، یکی از همکاران محترم بیمه راضی که به تازگی هم مدیر بیمه‌های آتش سوزی شدن، جناب آقای اسنا اشعری که در خدمتشون هستیم. در خدمتتون هستیم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. سلام عرض میکنم خدمت تمامی همکارامون. اول از اینکه چقدر برنامه باحالی دارین. خیلی جذابه و فکر کنم خیلی نو. من خودم تو شرکتی ندیدم که مثلا حالا اینقدر خودمونی انجام بشه. خدا شکر که شما دوست داشتید. ممنونم، مرسی. خب بریم سر اصل مطلب. آقای اسنا اشعری، در رابطه با اصلا بحث حالا این بیمه آتش سوزی اگر یه توضیح داریم بدیم تا بعد بریم سر وقت جشنواره. والا نظرم اینه که اول در خصوص جشنواره یه توضیح بدیم، چون روی کردمون فعلا در حال حاضر فروش جشنواره خرد فروشی و ترغیب شبکه فروش به فروش بیمه‌های آتش سوزیه. فکر کنم از روزهای اولی بود که آقای دکتر تشریف آورده بودن، تلاش بر این بود که ما یه جشنواره بیمه‌های آتش سوزی راه اندازی کنیم و توی سیستم ران بشه که خیلی سریع بتونیم شبکه فروش رو با اون دوتا روی کردی که خدمتتون عرض کردم، خرد فروشی و ایجاد انگیزه برای شبکه فروش. خب ما خیلی دور بودیم، تعدادی نماینده داشتیم که اصلا فروش بیمه نامه آتش سوزی نداشتن، تعدادشون خیلی زیاد بود. حالا در ادامه خواهم گفت که به چه شکل این تعداد نماینده ها افزایش پیدا کرد و الان دارن بیمه نامه آتش سوزی میفروشن. از 1/5/1403 جشنواره ما شروع شد، از 1/5 و تا 30/7 هم ادامه خواهد داشت. روی کردش رو گفتم بهتون به چه شکله. خیلی ورود به جشنواره کار راحتیه. شما اگر برفرض سال گذشته از 1 میلیون تا 10 میلیون تومان بیمه نامه آتش سوزی فروخته باشید و امسال یه رشد 100% داشته، رشد 200% داشته باشین، میتونین ورود کنین به جشنواره. حالا اگر این حق بیمه بین 10 و 20 باشه، شما رشد 100% داشته باشین، ورود میکنین دوباره به جشنواره. جوایز جشنواره به چه شکله؟ از 5% مازاد فروش نسبت به دوره گذشته تا 8%. توضیح این که چند درصد حالا رشد داشتن نماینده ها، میتونن از سرپرستان شعب، مدیران شعب اینو سوال بپرسن، روزانه هفتگی بهشون اطلاع میدن. ما خودمون آمارم داریم میذاریم توی گروه. جشنواره‌مون اینجا تموم نمیشه. نکته مهم جشنواره‌مون اینجاست که به 3 نماینده برتر قرار جایزه داده بشه. منتها اینجا یه نکته‌ای داره. نماینده هایی که بیشتر از 600 میلیون تومان فروش داشته باشن و بیمه نامه های تمدیدی بیمه راضی نباشه، به نفر اول 80 میلیون تومان، به نفر دوم 60 میلیون تومان و به نفر سوم 40 میلیون تومان جایزه تعلق میگیره. نکته مثبتش با جشنواره با شرایط قبلی تداخلی نداره، یعنی شما میتونی همین جایزه رو بگیری، همون درصد فروشتو بگیری. توی روند یعنی میگم شما هم کاری کردین که خرد فروشی تقویت بشه، بله. هم که بگم که بنگاه‌های متوسط و نیمه متوسط هم زیر نظر بیمه آتش سوزی راضی بیاد، میتونن بیان. چون مبلغ خرد فروشی حالا میگیم که از 200-300 هزار تومان شروع میشه به بالا. بله. بنگاه‌های بزرگ و متوسط دیگه همون مبالغ 500 میلیون 400 میلیون، حالا شاید هم یکم کمتر، اینا با چند بار صدور بیمه نامه به اون مبلغ میرسه. بله. خیلی راحت. بسیار به 3 نماینده برتر که بالای 600 میلیون تومان باشن، اون جوایزی که خدمتتون عرض کردم تعلق میگیره. بسیار عالی. توی این
جریان آقای دکتر دستور دادن که حالا شعب خیلی دارن زحمت میکشن و فروش بیمه نامه آتش سوزی هم خیلی سخته. یعنی تقریبا میشه گفت که بیمه نامه آتش سوزی یک کالای لاکچری حساب میشه دیگه. قشنگ آخرین گزینه‌ای که آدم میاد میگیره شاید بیمه نامه برای منزل بس خیلی باشه و خیلی مهمه. شاید خیلی اطلاع نداشته باشم. شده به خاطر اینکه میترسیم از این فرایندهای طولانی ارزیابی مثلا اموال داخل خونه که قراره یک نفر بیاد حالا بگه مبلش چقدر میارزه، یخچالش چقدر میارزه، خود این خونه چقدر میارزه. ما به این سمت رفتیم که این ارزیابی ها رو ساده تر کنیم. یکی از موارد این هست. خب بله، ما برای این ارزیابی قبلا اینجوری بود که باید شما با یکی از ارزیابای مستقل مکاتبه می‌کردی، بلیت براش تهیه می‌کردی که بتونه اون محل رو بازدید کنه. اما الان خوشبختانه توی 1-2 سال گذشته ما توی هر شعبه میتونیم این ادعا رو الان داشته باشیم که یه ارزیاب خسارت از همکارای خودمون داریم که این حدود اختیارات هم بهش دادیم و تا یه سقفی رو میتونه بازدید کنه که سرعت عمل رو برده بالاتر. این مال ارزیابی خسارت. ارزیابی خسارت. ارزیابی اولیه. بازدید اولیه بر اساس یه سری شرایط انجام میشه. برفرض پوشش سرقت با یه سرمایه‌ای نیاز به بازدید داره. آره تسهیلش کردیم. مثلا شما اگه ضایعات برف و باران، ترکیدگی لوله آب اینا رو بخواید پوششش رو خریداری کنین، عمر مفید ساختمانت اگر از یه عددی کمتر باشه نیازی به بازدید دیگه نداره، بیمه نامه صادر میشه. اما برای ریسکای صنعتیمون معمولا بازدید انجام میدیم، بازدید اولیه. اینو که همکارای خودمون انجام میدن با خیلی سرعت بالا و معمولا قبل از اتمام بیمه نامه به مرحله اوردر میرسیم. مثلا این تو خرده فروشی ما میتونیم راحت بگیم که با خیال راحت بیمه‌تون رو بخرید، بازدیدی آنچنانی نداره، خود اظهاری بیمه گذار مورد تایید است. یه فرم پیشنهاد، یه امضا، صدور بیمه نامه. بسیار عالی. واقعا بیمه‌های آتش سوزی به نظر من جزو مهمترین بیمه نامه‌هایی هستن که فکر می‌کنم هر شخصی باید برای حالا اموال خودش، منزل خودش و اون بنگاهی که داره به عنوان بنگاه اقتصادی تهیه بکنه. خب بسیار عالی. یه نکته جذابی بگم از بیمه رازی. از وقتی که خب به هر حال جناب آقای دکتر حجتی مدیر عامل بیمه رازی شدن، یه قدم بسیار خیلی طرح‌ها و برنامه‌های جدید و جالبی در بیمه رازی برنامه‌ریزی شده و یه قدم خیلی مثبتی که برداشتن این بودی که اگر می‌خواستن مدیری تعیین بکنن توی رشته‌های فنی، اومدن ارزیابی کردن و نخبگان و بچه‌هایی که به هر حال همکارانی که پتانسیل بالایی داشتن تو همون واحدها رو اونها رو به هر حال به عنوان مدیر در اون واحد انتخاب کردن. جناب آقای اصنعشری هم جز همون عزیزانی بوده که سالها در بیمه رازی در واحد بیمه آتش سوزی به هر حال به عنوان کارشناس، به عنوان رئیس اداره فعالیت کردن و امروز هم که به عنوان مدیر هستن. توی مدیریت غیر فنی هم اینطور بود؟ بله، هم غیر فنی و هم آقای فنی. امیرپور ما که شعبه کاشانی رئیس شعبه بودن، الان مدیر سرپرست مدیریت اون شعب نمایندگان و کارگزاران ستاد هست. بله، و این همین که به هر حال خود بچه‌ها دیده میشن از سمت مدیر عامل، این واقعا به نظر من خیلی جای تحسین و تشکر داره و ما همینجا از آقای حجتی تشکر میکنیم. یه نکته دیگه مونده. بله مدیر. نکته دیگه باقی مونده آقای اصنعشری. یه خبر خوبی که بخوام به شعبمون بدم اینکه به 10 شعبه برتر از لحاظ درصد رشد یه جوایزی تعلق میگیره. توی بخشنامه اصلا نبود، ولی در طول مسیر آقای دکتر حجتی تلاش همکارامون رو دیدن، گفتن که یه جوایزی براشون در نظر بگیریم. اگر بخوایم بر اساس درصد رشد بگیم تا الان، اگه عیب نداره اسم 10 شعبه برتر رو بگیم. آره، کاشان، لاهیجان، ماهشهر، شعبه مرکزی، بیرجند، خرم‌آباد، گرگان، زاهدان، ارس و سنندج. اینا تو رشد، اینا بیشترین میزان رشد رو داشتن. آره، درصد رشد. اما از لحاظ تولید حق بیمه آمارمون فرق میکنه. شعبه آپادانا، ایرانمال، تخصصی آراز، کاشانی، مرکزی، قزوین، رشت، گرگان، اهواز و مشهد 10 شعبه برترمونن. اون نکته‌ای که گفتم، توی دوره مشابه گذشته ما نماینده‌هامون 260 نماینده در فروش بیمه نامه آتش سوزی 0 بودن. اما توی دوره مشابه با
ورود به جشنواره الان این 260 نماینده حداقل یک بیمه نامه آتش سوزی رو فروختن. 260 تا بیمه گذار جدید از طریق آتش سوزی به خانواده راضی پیوستن. 200 نه حداقل 260 تا نما که حداقل میتونه خودش باشه یه دونه میتونم نباشه بله. دیگه، میتونه جدید باشه میتونم چون نباشه. شما بودی تمدیدی نباید باشه از اون بابت. تمدیدی بابت اون 600 تومن است. اون 600 میتونه تمدیدی باشه اما تو جشنواره باشه. اون 600 تومن است. خب بسیار عالی. شما خودتون بیمه نامه آتش سوزی دارین؟ من داریم میخوام ما. بخرم. میخوام من منتظر خونه کامل بشه بعد بخرمش. همین الان باید بخرید. شما دارین؟ ما هم خیلی دوست داریم بعد منزل باید شخصی باشه، یعنی باید مستاجر باشیم. نه مهم نیست مهم مستاجر. نیست، خیلی خوب. اتفاقا کسایی که مستاجرن نیاز بهتره. بیشتری به بیمه نامه بله. آتش سوزی دارن. اینم یه نکته چون توی مثبت. قراردادی که شما تنظیم میکنین دقیقاً میگه خونه رو همونجوری که تحویل میگیری باید همونجوری تحویل بدی. احسن. اگه خدایی نکره یه اتفاقی بیفته به قول معروف میگن ان پول بیمه بدی هیچ موقع استفاده نکنی. ما همینجوری این برنامه رو ادامه بدیم، فکر کنم تا آخرین برنامه ما کل بیمه نامه رو داشتیم. خب مستاجر هم شکلی پس بده اگه خدا نگهدار آتش بله. سوزی مستاجر جواب پس بده. بله. پس خیلی زودتر خسته مستاجرین عزیز زودتر خودتون رو بیمه آتش سوزی کنید. خب دیگه چون انتهای برنامه بیمه آتش سوزی نکن. خونه رو آقا چون به آخر برنامه رسیدیم، من فقط از این بعد اشاره می‌خوایم به هر حال یه ذره کار فرهنگی هم انجام بدیم و کتاب معرفی بکنیم توی برنامه‌مون. من همینجوری داشتم کتابا رو نگاه می‌کردم، امروز به یه کتابی رو دیدم، تمرکز بر مشتری، ارزش افزایی، خوشنامی، کسب وفاداری، سودآوری. نویسندش البته نوشته مشاور آقای جیمز آل، اگر فامیلیشون رو اشتباه نگم هسکت فکر می‌کنم، و مترجماش هم سرکار خانم سمیه محمدی و مریم شهبازی. من همین داشتم ورق می‌زدم، یه نگاهی بهش کردم، همون پاراگراف اولش یه چیز خیلی، یعنی یک جمله خیلی جذابی دیدم، فکر می‌کنم به درد بچه‌های بیمه و به هر حال نمایندگانی که کار فروش رو دارن انجام میدن خیلی می‌خوره. نوشتن که نگهداری، فروش‌های مرتبط و توصیه‌ها. اصل اول نگهداری. گفته اولین اصل وفاداری مشتری نگهداری است. تداوم ارتباط با مشتری طی زمان و با ادامه خرید محصولات توسط مشتری جریان پایداری از درآمد ایجاد می‌کند. هزینه‌های بازاریابی کاهش می‌یابد. در بیشتر موارد هزینه‌های واقعی تداوم خدمت به مشتری کاهش می‌یابد، چرا که او با محصولات، خطوط تولید و رویه‌های شرکت آشنا شده است. پس فکر می‌کنم اولین اصل در بحث بازاریابی به هر حال نگهداری مشتری و خلاصه مفیدش میخواد بگه که آقا اگه به یه نفر بیمه شخص سالس فروختی، بیمه بدن معرفی کن، بیمه آتش سوزی معرفی کن، بیمه حوادث و عمر و مسئولیت هم معرفی کن. خلاصه به اون طرف بخوای بیمه رو بفروشی راحت‌تره بله. که بگردی دور یه نفر جدید پیدا کنی. در واقع امیدوارم که این جذب کتاب رو حفظش سخته. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و لذت ببرید. ایشالله. خب تا برنامه بعدی فعلا خدا نگهدار. مرسی. خداحافظ، مرسی که همراه ما بودید. آقا ممنون. مرسی.